روی نتیجه های پرسشی در بین داوطلبان در امتحان ها اشتراک کرده، یکی از سوال ها در مورد سببی در امتحان ها اشتراک نکردن همسنفان همین داوطلبان بود و موافق نتیجه های همین پرسش از شماره عمومی پرسیده شدگان که 10,793 نفر رو تشکیل میداد، همگی نیم درصد، یعنی 1% هم نیست، نیم درصدی پرسیده شدگان بیان داشتند که سببی در امتحان‌های مرکز امتحان داخلشوی اشتراک نکردن همسنفانشان حتمی بودن خدمت حربی بعد ختم دانشگاه است. من دو سه موارد که دلیل رو برایتون میگویم خود قضاوت کنید. پیش از این هم در همه مؤسسه‌های تعلیمی، تحصیلات عالی کسبی و میانه کسبی کافدرهای حربی نبود. همگی در یک چند مؤسسه کافدرهای حربی عمل میکرد. این هم باشد دانشگاه ملی، دانشگاه طبی، دانشگاه تربیت جسمانی، دانشگاه تکنیکی، بعد فیلیال دانشگاه اگراری بود در انقره حاضر دانشگاه مستقل شده است. فقط همین ها کافدرهای حربی داشتند. و نقطه دیگر رو اهمیت ده به نزدیکی باز این امور در رسانه می شود، همه دانشگاه هایی که حاضر کافدر حربی ندارند نقشهشون 100% قریب، دانشگاه طبی 100، دانشگاه ملی قریب 100 98 یعنی که همه مؤسسه‌ای که کافدر حربی داشتند و حاضر ندارند همشون نقشهشون اجرا. برای همین اینجا عامل ها در دیگر طرف است، سبب در دیگر حالت است که خود شما اینجا بیان داشتید که از کرسی دانشجویی همین که ختم کردن و خدمت جلب میکنن، اسپرانت ها رو جلب میکنن، ماجسترانت ها رو جلب میکنن. این عامل ها باید سبب شود.